سلام. خامنه‌ای که فکر میکرد با آوردن رئیسی نظامش رو یک دست کرده و برای همه مشکلات نظام یک راه حل دراز مدت پیدا کرده، بعد از 2 سال داره متوجه میشه که نه تنها مشکلی حل نشده، بلکه بعد از اینکه قیام 401 هیچ تک و دنده سالمی برای نظام باقی نذاشت، این روزها هم شاهد هستیم که اون یک دستی خواسته ولی فقیه هم به چند دستگی و جنگ و به هم پریدن باندهای خامنه‌ای تبدیل شده. توی این دعوا هر کسی بهش سهمی نرسه بقیه رو افشا میکنه. آخرین نمونش پدیده است به اسم شاسی بلند گیت. 10 آبان 1401 جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت. آراء موافق استیضاح 84 رأی، آراء مخالف 182 رأی. استیضاح رأی نمی آورد. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز به تازگی گفته پیش از جلسه استیضاح سویچ 75 خودروی شاسی بلند به دست برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس رسیده. بله، ماجرا از این قرار بوده که پارسال میخواستن وزیر سمت یعنی صنعت، معدن، تجارت رو استیضاح و برکنار کنند، ولی قبلش حدود 75 تا خودروی شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان واگذار میشه تا استیضاح وزیر سمت رأی نیاره و طرف برکنار نشه. حالا وقتی تو به 75 تا عضو مجلس ارتجاع خودروی شاسی بلند میدی ولی به 190 تای دیگه نمیدی، خب صدای یکی از اون 190 تا در میاد دیگه. هر گونه بسیار واگذاری خودرو باید در چارچوب سامانه مربوطه باید اتفاق بیفته و خارج از این سامانه غیر قانونیه. خب ما الان در سال 1401 در خرداد ماه 1401 شاهد این واگذاری بودیم و تا مهر 1401 استمرار داشته. خب اینجا هم یه فعل غیرقانونی صورت پذیرفته، هم خودروساز مرتکب تخلف شده که اون فرمان رو مراعات نکرده و همین که یک راندی برای جماعتی ایجاد شده. قرار بود مثلا این مجلس یک دست باند خامنه‌ای باشه که دیگه فقط خط ولی فقیه رو پیش ببرن، ولی ظاهرا در این ماجرای شاسی بلند خط تو خط شده و هر کی برای گرفتن سهمش داره یه خطی میره. آقای نیکزاد با من تماس گرفتن، گفتن که خب بالاخره ما متوجه شدیم کسی که این کارو کرده برکنارش کردیم، دیگه ادامه دادنش زیاد خوب مصلحت نیست. ولی خب مصلحت نیست دیگه، دیر شده. شاسی بلند ندادی بعد دنبال مصلحت هم میگردی، حتی یه زاپاس عقب هم بهش ندادی بعد میخواستی لو ندن. بعد از رو شدن اسناد و ابعاد پرونده شاسی بلند گیت دیگه افتادن تو خط مالکشی و قالیباف در نقش رئیس مجلس برای دربردن خودش زد به موشمردگی و بی اطلاعی و فاز تحقیقات برداشت. ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در این حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. یعنی لغت شارلاتانیسم در برابرش تعظیم کرد و گفت من رفتم. اما همین ترفند خیلی زود رنگ باخت و برخی از خودی‌هاشون چک نخورده اعتراف کردند که اصلاً بدون اطلاع رئیس مجلس چنین چیزی امکان پذیر نیست. هیئت رئیسه در جریان این موضوع بوده؟ آره، اون صادقانه نمیدن صحبت کنن، صادقانه میدن صحبت میکردن. اولا این ماشینا بدون اجازه رئیس که نمیتونه وارد مجلس بشه، میگم میتونه بدون حتما باید معرفی نامه از رئیس مجلس داشته. رئیس مجلس موافقت کرده که معاون اجرایی این کار انجام بده. به نمایشگاهی گذاشتن، قطعا رئیس از این قضیه خبردار شده. یعنی هیئت رئیسه، یعنی آقای قالیباف رو میگین با خبر بوده؟ رئیس از این مسئله با خبر بوده. قطعا جناب رئیس موافقت کرده با واگذاری این خودروها به این سبک به اینجا. میگه میشه توی مجلس زیر مجموعه رئیس چنین کاری انجام بگیره. اگر که آقای قالیباف بگه من خبر نداشتم که فاجعه است. از این صحبت ها معلومه که تو مجلس نظام فقط یه جایی کار نمیلنگه، کلا قطع نخا شده. یعنی خود رئیس دزدای مجلس قبل از همه شاسی بلند گرفته، ولی میخواستن یه جوری کار کنن که هیچی بعدن درز نکنه. یه قلم خودروها رو
به اسم یک شرکتی تحویل مجلسی ها دادن که حتی تو سناریوهای بالاتر از خطر هم قفله. شرکتی که روی کاغذ یک شرکت دلال خودرو بوده، ولی روی زمین که اون جناح شاسی بلند نگرفته ها باش تماس گرفتن صدای مرغ و خروس شنیدن. و بعد این شرکت سوری که من در مورد صحبت میکنم که شرکت بهمن خودرو با یک شرکت سوری به نام رادین موبین غرب امضا کرده برای تحویل 300 دستگاه خودرو که این شرکت سال 97 با 1 میلیون سرمایه ثبتی به ثبت رسیده. من اعضای ارکان این شرکت رو به سختی پیدا کردم. تلفن رو دادن دستشون، ازشون سوال کردم خانم شما فلان خانم هستید، پدرتون اسمش اینه، مادرتون اسمش اینه، کد ملی شما اینه، شما آیا خودرو شاسی بلند فروختید؟ اون خانم برگشت گفت کاکو چی میگی؟ صدای مرغ و خروس و بره و اینا میومد. این ماجرای شاسی بلند گیت که ظاهراً به این زودی هم نمیتونن جمعش کنن در حالی رو اومده که خامنه‌ای همین امسال باز اومد روزه وحدت برای 3 قوه خوند که اگر 3 قوه یک دست بشن چی میشه، اون میشه، نظام همه چیش حل میشه. قوای سگانه باید همدلی کنند، همکاری کنند. این 3 قوه با هم به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکنه. اما در این مورد بار دیگه ثابت شد که پشمی به عمامه ولی فقیه نمونده و تأثیری که نگرفتن خودروی شاسی بلند روی اعضای مجلس داشت جایی برای این توصیه‌های سیدعلی باقی نگذاشته بود، چون 3 روز بعد از همین صحبت‌ها اون نماینده شاسی بلند نگرفته داد و قال را انداخت که این به 75 نفر شاسی بلند داده و در نتیجه اون شاسی بلند نگرفته ها رو آورد پشت خودش. 5 روز بعد از این ماجرا دوباره برای وزیر سمت استیضاح گذاشتند و این بار دیگه با 162 رأی وزیر دولت رئیسی جلاد برکنار شد. مجموع حاضران 272 رأی، آراء موافق استیضاح 162 رأی، آراء مخالف 102 رأی، آراء ممتنع 2 رأی و آراء باطله 6 رأی. بنابراین جناب آقای فاطمی امین موفق به اخذ رأی اعتماد مجدد به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نشدند. بعد از رو شدن افتضاح شاسی بلند گیت در مجلس ارتجاع و بعد هم استیضاح و برکناری وزیر نورچشمی رئیسی، خامنه‌ای مجبور شد دوباره به صحنه بیاد و نوچه‌هاش در مجلس دست نشانده رو صدا کنه و ضمن اعتراف به فضاحت‌های به بار اومده اذعان کنه که دیگه راهی به جز تن دادن به همین مجلس فاسد نداره و تنها گزینه‌اش مالکشی فساد تو باند خودشه. این مجلس به حمدالله مجلسی است انقلابی، با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار. مجموعه رو که نگاه میکنه انسان با نگاه مجموعی مجلس انصافاً یه مجلس انقلابی است. حالا از گوشه و کنار، از چپ و راست، یه متلکی، یک حاشیه‌ای، یک مثلا چیزی گاهی به مجلس زده میشه. خب بگن یکی از امتیازات مجلس 11 که من اصرار دارم این رو بگم و به زبان بیارم، ساده زیستی است. نتیجه این که شاسی بلند گیت تبدیل به اسم رمز شکست پروژه یک دستسازی خامنه‌ای در حکومتش شد. هم شاسی بلندها به فنا رفت و هم یک دستی مد نظر خامنه‌ای از هم پاشید و در نهایت سیدعلی مونده و حوضش و قیامی که در راهه. وقت بخیر و خدا نگهدار.